گایز حالتون چطوره؟ من اسرائیل هستم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز در این ویدیو یعنی میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری یه همچنین گانی رو که الان دارین گیم پلیش هم مشاهده میکنید بسازید و کلا داشته باشید. اتچمنت رو بهتون بگم. ببینید یکم تیر میزنین خب دیگه خودش میمیره، یعنی با اینکه خب 15 تا تیر میزنه، یعنی تیر کمی داره و تیر کمی میزنه، بازم واقعا جوابو با 2 تا تیر حداقل 3-4 تا تیر دیگه یارو انداخت. ببینید اینجا مثلا دیگه کم زدمش دیگه مرد. مثلا میتونید مثلا اگه شما بهش تیر بزنید نمرد خودتون بمیرید دیگه بعدشون میمیره. و اینکه اگر آموزش‌های بیشتری میخواید حتما از این ویدیو رو لایک کنید و منو سابسکرایب کنید. حالا یه گیم پلی ببینید من یه دونه تیر به زدم نصف جونه رفت. واقعا گانه خوب. ببینید من اینجا میمیرم ولی خب اون یارو هم میمیره چون اتچمنت آتیشیش روش مونده و یه جور گان آتیشیه. اتچمنت این ویدیو هم یعنی اتچمنت این گانم آخر ویدیو هست. و اینکه این دوم ویدیو منه و من ممنون میشم که از من حمایت کنید. یکم گیم پلی ببینیم و بعد بریم سراغ اتچمنت. خدا نگهدار.